ذهن آگاهی یا مایندفولنس، هنر زندگی کردن در لحظه. تا حالا براتون اتفاق افتاده که توی مراسم ازدواجتون باشه ولی احساس خوبی نداشته باشین، یا اینکه بعد از مراسم ازدواجتون دائم ذهنتون نسبت به اتفاقی که افتاده درگیر باشه و احساس ناخوشایندی رو تجربه بکنید؟ ذهن آگاهی قراره که کمک بکنه دقیقاً هنر زندگی کردن در لحظه رو یاد بگیرید. یعنی هدفمند، غیر قضاوتی و توجه به زمان حال داشته باشین. نه حسرت گذشته رو بخورین، نه انتقاد بکنین نسبت به خودتون به خاطر موقعیتی که توی گذشته تجربه کردین، نه خودتون رو سرزنش بکنین و نه مدام نگران باشین، ترس داشته باشین نسبت به آینده. از جمله فواید ذهن آگاهی در روابط انسانی میتونیم به بهبود مهارت گوش دادن، افزایش همدلی، کاهش تعارضات در روابطمون، شفقت با خودمون و همینطور شفقت با دیگران و تقویت هوش هیجانی اشاره بکنیم. در واقع با کمک ذهن آگاهی میخوایم زندگی رو به صورت حقیقی و به صورت واقعی نفس بکشیم و زندگی بکنیم، به جای اینکه بیایم سلسله وار زندگی رو ادامه بدیم و در واقع بدون تجربه کردن اینکه در این لحظه و در این زمان چه اتفاقهایی داره برای خودمون و برای دیگران میفته. در واقع بخوام بیشتر در موردش توضیح بدم، ذهن آگاهی میخواد کمک بکنه که ما تمرکز، آرامش رو بیشتر تجربه بکنیم و همچنین لحظه به لحظه در زمان حال زندگی کنیم، استرس و اضطراب رو کمتر تجربه کنیم و همچنین در بهبود بیماری ها، دردهای جسمی، اختلالات خواب هم زندگی بهتری رو داشته باشیم. بخوام به صورت در واقع کلی در مورد ذهن آگاهی 3 فایده رو برای شما نام ببرم. اولین فایده در زمینه افکار هست که باعث بهبود و تقویت توجه و تمرکز میشه و در واقع استرس و اضطراب رو مدیریت میکنه و همچنین در زمینه این که ما بخوایم احساس خوشبختی و رضایت داشته باشیم، ذهن آگاهی بهترین روش هست. اما در زمینه در واقع جسمی هم ذهن آگاهی میتونه باعث کاهش فشار خون، در زمینه خواب و همچنین در زمینه بیماری هایی که میتونه به واسطه فشارها و دردها و رنجهایی که توی زندگی تجربه میکنیم ذهن آگاهی بسیار مؤثر هست و همچنین باعث بهبود و تقویت روابط انسانی میشه. ما توی رابطمون میتونیم لحظه ها رو خیلی بهتر و با کیفیت تر تجربه بکنیم. به طور مثال وقتی که زیر دوش آب هستیم خیلی راحت تر در حمام میتونیم اون قطرات آب رو روی بدنمون احساس کنیم، یا وقتی داریم آشپزی میکنیم خیلی خوب بدونیم که داریم از چه موادی با چه بو و با چه مزه‌ای داریم استفاده میکنیم تا آشپزی بهتری رو تجربه بکنیم. شاید سوال براتون پیش آمده باشه که این همه میگن ذهن آگاهی، مایندفولنس، اصلا به چه دردی میخوره؟ ببینید ذهن آگاهی دستاوردهایی داره برای انسان که از جمله این دستاوردها میتونم به این نمونه ها اشاره بکنم. اول اینکه کمک میکنه ما بیایم با یه دید باز بدون پیش‌داوری و قضاوت نسبت به تجربیاتی که به دست آوردیم، اتفاقهایی که برامون افتاده نگاه داشته باشیم و اینکه احساس نکنیم زندگی همیشه بر علیه ماست و زندگی همیشه برای ما درد داشته، بلکه بتونیم این نگاه باز رو توی روابطمون و توی زندگی تجربه کنیم. کمک میکنه که ما توی این لحظه حال زندگی بکنیم و با لحظه حال پیش بریم و همچنین پذیرش ما رو نسبت به موقعیت‌ها و اتفاقهایی که چه الان برای ما میفته و چه در گذشته اتفاق افتاده برای ما به وجود میاره.
از جمله دستاوردهای دیگه میتونم به صبر کردن اشاره بکنم. صبر کردن رو به ما یاد میده، احترام گذاشتن به اتفاقهایی که برای ما افتاده رو هم به همراه داره. در برابر اتفاقهایی که برامون میفته تلاش نکنیم تا اونا رو تغییرشون بدیم یا اینکه مقاومت بکنیم و نپذیریمشون، و همچنین اعتماد بکنیم به زندگی کردن و اینکه آرامش ذهنی رو پرورش بدیم، نسبت به خودمون و دیگران شفقت و مهربانی رو رشد بدیم و بهش برسیم. مشاهده افکار و احساسات بدون برچسب گذاریه که این خوبه این بده. پرورش آرامش ذهنی و همینطور رها کردن و آزاد کردن اون تجربیات گذشته‌مون. از جمله کارهایی که در فرآیند ذهن آگاهی میخوام بهش اشاره بکنم این هستش که در ابتدا تنفس آگاهانه و تنفس عمیق باشه. تنفس آگاهانه یا تنفس عمیق این شکل هست که شما هوا رو از راه بینی وارد بدنتون میکنین، انگار که یه بادکنک توی شکمتون دارین و این هوا وارد بادکنک میشه. دقت کردین وقتی بادکنک رو باد میکنین خب اون فضا پر باد میشه، درون بادکنک پر باد میشه. دقیقاً این بادکنک حالا توی شکم شماست. پس وقتی دم میگیرین اون بادکنک درون شکمتون باد میشه و بعد از چند ثانیه از بازدم این بادکنک رو خالی میکنین. حالا بازدم یا از راه دهان یا از راه بینی، هر طور که شما مایلید. دومین کاری که میخوام بهش اشاره بکنم این هستش که اجزای بدنتون رو اسکن بکنید. جزء به جزء، تک به تک تمام بدنتون رو اسکن بکنید. جایی گرفتگی، انقباض وجود داره، میخوایم روی همون نقطه با استفاده از تکنیک ذهن آگاهی به آرامش برسیم. دقت داشته باشیم که نتایج فوری نیست، آروم آروم اتفاق میفته. فقط تداوم و نظم در انجام این تمرینات بسیار مؤثر و مهم هستش و همچنین اعتماد داشته باشیم و در این مسیر همراه ما باشیم.